اگه بدون تعصب نگاه میکنی بیا بهت بگم، اگه نه بزن بره، حال حوصله چرت و پرت ندارم. رئال دیشب بازی رو باخت به درک، اصلا مهم نیست. رئال دیشب شرافتشو باخت. بازیکنای رئال شرف تیمشونو بردن. اون از اول بازی که ره به ره بازیکنای بارسا رو میزدن، میگفتن به گفته خود آنجلوتی فصل برای ما که تموم شده، یه جوری بزنیم اینا رو مصدوم کنیم، فصل رو برای اینا هم تموم کنیم. اونم از اون داور که کاری باهاش کرده بودن، 50-50 که هیچ تخ نمیکرد پنالتی 100 بارسا رو بگیره، اونم نه یه دونه، چند تا. اینا دیشب همه کار کردن که این بازی رو به لجن بکشونن. همین چیزاست نشون میده جامای یه باشگاه چقدر تمیز و معتبره. کوپا دل ری که هیچ، 100 تا یو سی ال هم ارزش اینو نداره تو آبروی تیم تو با یه همچین رفتاری بخوای ببری. تو تمیز فوتبال بازی کن، مردونه فوتبال بازی کن، تیمت بره لیگ دست 1000 هم هوادار جونشو برات میده. کسایی که منو میشناسن میدونن من به هیچ وجه من الوجود به هیچ تیمی، به هیچ هواداری، به هیچ بازیکنی بی احترامی و خدا نکرده توهین نمیکنم، اما هیچ جوره نمیشه راجع به این بازی حرف نزد. اگر بازیکنای بارسا دیشب همچین رفتاری میکردن، همچین واکنشایی داشتن به بازی، به تمام مقدسات قسم، منی که 15-16 سال عاشقانه طرفدار بارسام، این تیمو مینداختم تو سطل آشغال، میگفتم من دیگه همچین تیمی رو حمایت نمیکنم.